برای درست کردن نون خامه رژیمی اول آب و روغن کنجد و که میتونید روغن زیتون هم باشه روی حرارت بذارید. زمانی که شروع به جوشیدن کرد یک بار آرد رو اضافه کنید و تندتا شروع کنید به هم زدن تا کاملا خمیر جمع بشه. بعد اینکه خمیرم جمع شد با حرارت ملایم 5 الی 10 دقیقه خمیر رو داغ بزنید، یعنی خمیر رو زیر و رو کنید و هم بزنید. این کار کمک میکنه که نون خامه بهتری داشته باشید. بعد از اینکه خمیر رو از روی حرارت برداشتن اون رو داخل همزن میریزم و کمی با همزن میزنم تا کمی خنک‌تر بشه و یک گلوله های ریز شکل بگیره. موقعی که خمیرم انقدری از حرارت افتاد که وقتی بهش دست میزنم داغ باشه اما دستمو نسوزونه. بعد اینکه خمیرم به این دما رسید یه دونه تخم مرغ رو اضافه میکنم. بعد از هر یه دونه تخم مرغ کمی از وانیلم میریزم و حدوداً 1 دقیقه با همزن هم میزنم و بعد تخم مرغ دوم اضافه میکنم. تخم مرغ آخر رو با احتیاط و کم کم اضافه کنین تا موقعی که خمیرتون به دلزده داخل ویدیو برسه. ممکنه همه تخم مرغ استفاده نشه. مواد حتما دورگیری کنید که خمیرتون بوی زخم نگیره و در آخر هم بیکینگ پودر رو اضافه کنید و هم بزنید تا یه دست بشه خمیرتون. این غلظتی که داخل ویدیو میبینید برای خمیر نون خامه عالیه. حالا مواد رو داخل یه ظرفی که کاغذ داغانی انداختم پایپ میکنم و توی فر از قبل گرم شده قرار میدم. همینجوری که میبینین من خمیر رو روی هم پایپ میکنم تا شکل یه قله بشه. بعد نوک تیزش هم با انگشتم کمی صاف میکنم چون این نوک تیزش ممکنه توی فر بسوزه. و بعد اینکه داخل فر پختش کامل شد اون خامه رو بیرون میارم و اجازه میدم کاملا از حرارت بیفته و خنک بشه و بعد پشت نون خامه رو سوراخ میکنم و با خامه رژیمی توشو پر میکنن. حتما دستمو میچرخونم که همه جای نون خامه‌ای پر از خامه بشه. اگر دستم بدون حرکت باشه فقط وسطش خامه میره و اطرافش بدون خامه میمونه. اینم نارنجک جذاب و خوشمزه.